جمهوری اسلامی به دنبال اینه که رژیمش عوض نشه و عرضم حضور شما که اما موافق 100% هست که کل سایت های اتمیشون رو بزنن. آلمان و انگلیس و فرانسه و حتی گروهی که الان در اسرائیل هستن، در حکومتشون هستن، اونها هم به دنبال اینن که ایران رژیمش عوض نشه، فقط سایت های اتمی رو بزنن. جمهوری همینو میخواد که بیرون میخوان. تفاوت در اینه که دو قشر جهانی راجع به ظهور مسیح و مشیح درگیرن. یک گروه میگن دنیا باید جنگ شه، به زن و بچه تجاوز شه، پولاشون خورده شه، آدما کشته شه، دختر پسرای 5 ساله رو شکماشون رو پاره کنیم، چشماشون رو در بیاریم تا مسیح بهت نجات بده. یک گروه دیگر میگوین که باید صلح شه، همه با هم خوب بشیم، مردم کشته نشن، بیایم زندگی کنیم، بیایم آینده رو شیرین کنیم برای بچه‌هامون تا امام زمان مسیح ظهور کنه. گروه دوم درست‌تر از گروه اول میگه، اما هر دو گروه اشتباه میکنن، به خاطر اینکه کل دانشی که به بشر داده شده توسط عرفان و تصوف داده شده. یعنی همه دانشمندان تو برنامه‌های ریستار توضیح دادیم، تمام دانشمندان عرضم حضور شما که هر فکری راجع به درست کردن هواپیما، چرخ، عرضم حضور شما که ماشین لباسشویی، کولر، هر چیزی که در جهان ساخته شده بر اساس الغاء فکر ساخته شده. خیلی نکته مهمیه. پس فرق بین خر و دانشمند در چیه؟ خر همون قدر میفهمه که دانشمند میفهمه، همون قدر لذت میبره از زندگیش دانشمند میبره. دانشمند غذا میخوره، اونم گنجه میخوره. دانشمند دختر بازی میکنه، پسر بازی میکنه، اینم دختر بازی پسر بازی میکنه. لازم بهتر از دانشمند. دانشمند دنبال اینه که یه خورده آزاد بشه، کیف کنه، لذت ببره، اونم همین کارو میکنه. تفاوت یک خر و دانشمند در اینه که دانشمند از جایی که نمیدونه داره بهش فکر میرسه و خر بهش فکر نمیرسه. خر همه خرای تاریخ بشریت همینجوری زندگی میکنن که خرای آینده زندگی میکنن. نهایتش اینه که یه انسانی اومده خره رو مثلا بارگاهش رو یا بهش گفته بپر بالا، حالا برقص، رقص خر رو، آواز خر و رقص شتر تولید کنه. این بود. این فکر از جای دیگه داره داده میشه و دلیل ظهور مسیح و مشیح و مهدی که اینا حرفشو میزنن این دو گروه، دلیلش این چیزی نیست که این دوتا میگن. دلیلش این است که ما باید برای ظهور مسیح، بازگشت مسیح، یک آرمان شهر بسازیم. اگر مسیح نمیاد،
کشورهایی بودن که همه مردم خوبی بودن، اعتقاداتشون انجام میدادن، مسیح نیامد. جنگ هایی بود در تو تاریخ اتفاقات جنگ جهانی اول و دوم که دیگه همه فکر کردن آقا مسیح داره میاد، یعنی در واقع که مسیح اومد، گفت نه دایی مونه، مسیح نیامد. در طول تاریخ هم همینجوری بوده، یعنی هر وقت که نگاه میکنی میبینی اینو. باید شهرسازی و آرمان شهر تولید بشه. در برنامه‌های ریاست دوباره توضیح دادیم بعضی مواقع اتفاق افتاده در طول تاریخ که یک آدم خونخوار رفته تو بهشت، یک آدم خوب هم رفته تو بهشت. یا آدمی که آدم کشته رفته تو بهشت، 100,000 تا آدم کشته رفته تو بهشت، یک آدمی هم که هیچ آدمی نکشته رفته تو بهشت و هر دو عزیز بودن و دلیلش اون تفکرات اجازه آرمان شهری بوده. حتی شما برمیگردی به دوران شاه عباس، می‌بینی که چرا انقدر همه مردم یا ارزم شما گروه‌های سیاسی میان میگن که شاه عباس کبیر. الان یادتون باشه ما دو تا کبیر داریم، یکی کوروش کبیر داریم، یکی شاه عباس کبیر. حتی شاه اسماعیل صفوی رو نمیگن شاه اسماعیل کبیر، یه شاه عباس داریم. چرا شاه عباس کبیر؟ خیلی همین سوال دیگه. این سوالی که شما ببینید تو پادشاهی چرا 2 نفر 3 نفر؟ برای اینکه شاه عباس اومد عرفان و تصوف و ادیان رو اول باز کرد، عرفان تصوف هم باز کرد. یکی از مشاورین بزرگش هم شیخ بهایی بود. یکی میگه شیخ بهایی مشاور ارشد تیم آقای شاه عباس بود. هر جا شاه عباس گیر میکرد میرفت چیکار باید بکنیم؟ از افکار و اندیشه ها و مبارزات جهانی گرفته تا سیاست های جهان، رفتار با همسایه هاش، شیخ بهایی کمکش کرد تا کله پاچه‌ای که می‌خواست بخوره واسش نون سنگک هم درست کرد. باید نون سنگک بخورید. نون لواش شکم میاره، نون لواش سرطان معده میاره، نون لواش همین توضیح داد. شاه عباس گفت آقا اینم نونه، چطوری نون سنگک معده رو خوب میکنه؟ این گفت خیلی فرق میکنه که سنگک توی سرزمینشو پیچید. اینجوری نبوده که یه کسی بپره وسط و یه کار اتفاق بیفته. نه اینجوری نیست الکی اسم کسی رو گندش کنن. اصلا اینجوری نیست. آدمای بزرگ همیشه آدمای بزرگن. نمیتونی واسه شون فیلمنامه بسازیم. پس نتیجه اینه که ما برای اینکه بتوانیم جهان رو نجات بدیم و برسیم به اون درجه‌ای که بازگشت مسیح اتفاق بیفته، باید یک آرمان شهر درست کنیم. این آرمان شهر چه شکلیه؟ کی رهبرشه؟ قوانین اساسیش چیه؟ ازش چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ چجوری میشه این آرمان شهر رو ساخت؟ کی آشغالا رو جمع کنه تو آرمان شهر؟ آدم ها شغلشون چجوری انجام بشه؟ اگر باید بدونیم چی بسازیم تا کی بیاد توش. به راستی چجوری مسیح برمیگرده؟ و اسمشو میذارم بازگشت مسیح. کی برمیگرده؟ خوش آمدید به 227مین برنامه ریستارت. ویلکام مای فرند. 80 سال قبل از این که الان حدوداً 100 و خورده ای سال تا 180-90 سال قبل از نوح، اما 80 سال قبل از این که جناب آقای نوح طوفانی رو به وجود بیاره و در برنامه ریستارت توضیح دادیم که فقط یک بار این اتفاق افتاد و طوفان نوح اومد، بار بعدی نداره. یعنی روزی نمیرسه که تمام مردم کره زمین طوفانیشه یا مثلا شهابی بخوره به زمین همه بمیرن. هیچ وقت نمیمیرن، هیچ وقت. یادتون باشه همچین اتفاقی نمیفته. اون موقع
این اتفاق افتاد برای اینکه یه سری انسان نما به قول فردوسی دیو و دد ملولم و موجودات اینجوری زندگی میکردن، غول‌های فلان، که اونا مردن، انسان نماها و اونها مردن، برای یه سارتیا سوار کشتی نوح شدن، نجات پیدا کردن. یعنی قرار بود که مندل قوانینش در اون موقع ثبت بشه، یعنی از ریستارتی ها جهان رو گرفتن و با هم ازدواج کردن، زن و شوهر بودن، بچه دار شدن، از نطفه های این ریستارتی ها این مادر قهوه اومدن بیرون دوباره. چرا؟ چون از هر 4 تا بچه‌شون یکیشون میفهمید و عالم مثال داشت برای دنیای بعدی. 3 تای دیگه حیوان بودن، همون انسان نماها بودن، یعنی نمیدونست که بعد 4 تا بچهش یکیش خوبه، 3 تا دیگهش رو هوا هم. همینطور جمعیت کثافت ها اضافه شد. اما 80 سال قبل از طوفان نوح اتفاقی که در کره زمین افتاده و تو در جریان نیستی اینه که 80 سال بعد از این که قبل از اینکه طوفان نوح بیاد 99% مردم کره زمین دیگه نمی‌مردن. What؟ نمی‌مردن؟ نمی‌مردن. انقدر خوشی و کیف و لذت و عشق و حال و کاباره و تفکرات و نماز و اعتقاد، انقدر حال میکردن که باورشون نمیشد طوفان نوح بیاد. یعنی از فضای علم گیاهشناسی که این طب سنتی هایی که در چین و در سرزمین پارس و اینجاها شما داری میبینی، قطره‌ای از دوران قبل از نوح دانشی بوده که برای اینکه تصوف و عرفان اتفاقی نیفته مثل اون موقع بشه، اینها رو نگه داشتن، دیگه ندادن، قطره‌ای شدن بیرون که اسمش شده طب سنتی. یعنی پس چی شد؟ 80 سال قبل از جناب آقای نوح مردم یواشاش دیدن که نمیمیرن، قبرستونا جمعیت نداره، یارو مریض نمیشه، بیماری نیست. چرا؟ یعنی همه چیز آماده بود برای اینکه آرمانشهر تولید شه. این بار انسان نماها قیام کردن دوباره. یعنی درست زمانی که داشت علم بشریت که الان مثل گاو نسبت به اون موقع نمیفهمن داشت پیشرفت می‌کرد، این اوج تفکرات، دیدی که میگن کیمیای سعادت، اون چیه فلان، نمیدونم جمع فلان، چجوری دیگه نمیریم، این همه دانشمندا، این همه هنرپیشه‌ها، این همه توی کشورهای جهان دنبالشن، سیاست مدارا، اون موقع همه میدونستن. در تاریخ 80 سال قبل از اون اتفاق میفته، درست زمانی که بشر آمادگی ساخت آرمان شهر داشتن، اتفاقی که افتاد انسان نماها شروع کردن به کشتار اهل تصوف. رسیدن به جایی که هنوزه بشر نمیتونه کشتی نوحو بسازه. سال 2025 هنوز بشر نمیتونه یک کشتی بسازه که انسان ها برن توش، طوفان شه، همه جهان رو آب ببره و موجهای 500 متری و 1000 متری آتش فشان ها را بیفته و توش زنده بمونن. همه اینو میدونن که وقتی آتش فشان میاد اصلا اکسیژن ضعیف میشه دیگه. همه اینو میدونن. الان هم همون تاریخه. یعنی الان اگر جهان رو ببریم به سمت صلح،
20 سال دیگه مردم دیگه نمیمیرن. همین 20 سال آینده، 30 سال آینده میرسه به درجه‌ای که مردم دیگه نمیمیرن. چرا؟ چون به سادگی الان دی ان ای رو تنظیم میکنن، مشخص میکنن، فضا رو چک میکنن. بیماری های بچه رو من یه فیلمنامه نوشتم 27 سال پیش، 30 سال پیش فکر کنم. این فیلمنامه داشتم به نام، عرضم حضور شما که مسنجر، مال 30 سال پیش، که یه خانمی که بچهش به دنیا میاد دوربین نشون میده که مثلا تو ساختمان با یه چیزی مثل جرثقیل اینطوری میاد پایین، مثل آسانسور میاد پایین. مادره رو همینطوری بچه روی تیتراژ فیلم، بچه روی این مادر رو تختی که خوابیده تو خونه میاد پایین، میره تو یه آمبولانس شیشه‌ای، فضای شیشه‌ای داره. مادر همینطوری داره میره، شوهر داره کاراش انجام میده، کیفاشو جمع میکنه بره سمت بیمارستان. یعنی مادر برای زایمان تو این صف نشون میده توی پیچ شیشه‌ای داره میره به سمت بیمارستان. لحظه‌ای که میرسه تو بیمارستان، عرضم حضور شما که پدره رو نشون میده دوربین که وارد شده، میگه که یارو میگه چی شده؟ میگه خانومم بارداره الان فکر کنم میگه قراره بزاد و اینا. بعد میگه که اوکی، میخواد چند ساله بدون یاد بچه‌تون؟ میخواین 30 ساله بدون یا بیاد مشکلات مالی اگه دارین؟ بچه 30 ساله میگه نه 30 ساله میخوام مثلا 5 6 ساله باشه. بعد میگه رنگش چی دوست داری؟ آبی باشه، قرمز باشه، زرد؟ چی دوست داری؟ میگه نه همون مثلا من دوستم آبی باشه، مثلا موهاش مثلا بور قهوه‌ای اینا. میگه اوکی می‌نویسه. عرضم دوست داری بیماری بهش بدیم که طبیعی یه سری بیماری سرماخوردگی و اینا، یا نه دوست داری اصلا مریض نشه؟ بعد یارو میگه مثلا مریض نشه. میگه وای مریض نشه بعد مثلا $300,000 بدی. اگه دو سه تا مریض بشه و اینا عادی باشه مثلا $10,000. داره چک می‌کنه که چقدر حساب بده، همه چیز با پولش اونجا اتفاق میفته. بچه چه داری به دنیا بیاد، رنگش چی باشه، موهاش چی باشه. بعد ازش سوال میکرد که دوست دارین که با چه کسی ازدواج کنه؟ آیا کسی رو مد نظر دارین؟ خانواده‌ای هست؟ میگفت نه مثلا، یا نه میخوام مثلا این دختر فلان جا باشه، مال فلان کشور اینا. بعد این حالا فیلمنامه نمیخوام تعریف کنم، 5 دقیقه اولش تعریف کنم، تیتراژ فیلمه. بعد خلاصه نشون داد که دوربین نشون داد که زنه رفت اونجا، این مردم یه خورده بیشتر پول زیاد نداشت دیگه. یه سری چیزا مثلا بهش گفت لیسانس می‌خوای، فوق لیسانس می‌خوای مثلا یا فلان، میگفت نه همون دیپلم خوبه. پول نداشت لیسانس بهش بدم. میگفت لیسانس می‌خوام تو مغزش چیه، همه چیز آیا کتاب دین خاصی دارین اسلام بریزیم کنن تو سرش؟ گفت مثلا نه میخوام مسیحیت و اسلام مخلوط بشه تو سرش. قشنگ انتخاب می‌کرد، یعنی دین بچه رو انتخاب می‌کرد، کتاباشو می‌ریخت تو سر. حالا فیلمی که من نوشته بودم 30 سال پیش، 5 دقیقه اولش اینجا شروع میشه دیگه. بعد دوربین نشون میده که دوربین میره اونجا و مردم همینطور حساب میکنه، میخواد بره توی اتاقی که خانومش میخواد بچهش به دنیا بیاد. یه لحظه کل کامپیوتر، کل برق‌ها و کل سیستم اونجا خاموش بشه، روشن بشه. یه ثانیه، زیر یه ثانیه. بعد دوربین از توی صورت مرده که رفته دم اتاق زنش میخواد بره بچهش بدونه تبریک بگه میاد عقب، نشون میده که 500 تا هلیکوپتر، 7000 تا ماشین پلیس، 10,000 تا نیروی ویژه ریختن تو بیمارستان، همه بخوابن، همه خوابیدن. مرده کجا؟ مرده داره فرار میکنه، نمیدونه چیکار کنه، مرده رو گرفتن. بعد اون رئیس کل مافیای اون چیز پلیسشون گفت ایشونو نگرش داری، اسم چیه؟ گفت فلان. اوکی. رفت تو اتاق و به زنه گفتش که هفته پیش چه کردی شما؟ کات میخوره، دوربین میاد بیرون. رئیس بیمارستان میگه که به رئیس بیمارستان میگن چی شده؟ چرا اینجوری ریختن؟ میگه خبر ندارید که یه پیغمبر داره به دنیا میاد. اسم فیلم هست مسنجر. یعنی تو اون ثانیه که اتفاق افتاد ریست میشه، سازمان امنیتی میفهمن که مادره قراره یه بچه‌ای به دنیا بیاد که بیاره که اون بچه پیغمبر میشه. فیلمنامه مال 30 سال پیشه که من نوشتم، حالا خیلی داستانش رو نمیخوام توضیح بدم. این فضای آرمان شهری در دوران جناب آقای نوح قبلش طبیعی وجود داشت، یعنی قرص و دوا و اینا نبود. با همین گیاها نمیدونم سبزی خوردن رو میکرد وسط تروب رو میکرد وسط نمیدونم قارچ سمی، یک موادی درست میکرد یارو میخورد سرطان چوب میشد. الان اگر جنگ جهانی اتفاقی نیفته، مردم جهان تحمل کنن
توی این 20 سال آینده به قول خودمون اون اتفاق میفته. یعنی ما داریم میریم به سمت این که مردم دیگه نمیمیرن، میتونن کاری کنن که نمیرن. یعنی کسی حداقل مثلا 500 سال زندگی کنه، 200 سال زندگی کنه، 300 سال زندگی کنه، میتونه این اتفاق بیفته. ولی این کار اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه انسان نماها دوباره در حال قیامن، یعنی دنبال جنگ و خونریزی و اینا. چه وقتی آرمان شهر تولید میشه؟ آرمان شهر زمانی تولید میشه که 51% کسانی که ریستارتی هن در عرفان و تصوف هستن، عرضم حضور شما که اینها بفهمن موضوع رو. این اتفاق هیچ وقت حالا نیفتاده. یعنی در دوران مسیح 23-4 نفر بودن، حالا میگم بعضی میگن 12-13 نفر، 24 تا ریستارتی قوی ما داشتیم. دوران حسین بن علی که اینو دارن میگن تا کمدیه که میگن که چیزه، میگن 72 تا آخرش بوده مثلا. این همه ریستارتی. چرا اینا نمیفهمن موضوع رو؟ برای اینکه موضوع تصوف بسیار سخته. یعنی ریستارتی ها هنوز نمیدونن زمانی که ریستارتی میشن اولین درس بهشون اینه که خفه شون، حرف نزن، سوالا همه منطقیه. و ریستارتی میگه که آقا من این همه کتاب خوندم، حالا با 2 تا دوستامون نشستیم ریستارتی داریم حرف میزنیم. میگه نمیتونه حرف بزنی، شما نمیتونی شعر بخونی حفظ کنی. میگه چرا؟ میگه چون میخوای حفظ کنی هدف اینه که برای یکی تعریف کنی دیگه. از این بس هدف چی از این شعر سعدی رو حفظ کنی؟ یه جای استفادهش کنی دیگه. وقتی میخوای استفاده کنی و این شعر رو بجز خودت برای شخص دوم، یعنی توی اتاق 2 نفرن کلا، تو و زنت، وقتی 2 نفر ریستارتی توی اتاقن، این شعری از سعدی میخونه، برای این مهدی ظهور نمیکنه، مسیح ظهور نمیکنه. چرا؟ چون در تصوف و عرفان حکومت‌ها ساختارشون رو از اینا دزدیدن که اینجوری وایسا، اینجوری وایسا، ادب داشته باش، این کارا رو کن. اون وقت خود اصل جنس که سلسله مراتب داره، 1 تن، 3 تن، 5 تن، 7 تن، 40 تن، 300 تن، وصل بالا، وصل پایین، عالم ملکوت، عالم ملک، سیستم ها رو چیده، طبقه بندی کرده، قطرات بارون، میزانش میره هوا، میزانش میاد پایین. خود ریستارتی موضوع نمیفهمن. یعنی درس اول تصوف عرفان اینه که وقتی ریستارتی میشه خفه شو. بعد سوال میکنه چرا؟ میگه ما صوفی گذاشتیم. صوفیست میگه من یه صوفی گذاشتم، کار این صوفی چیه؟ میگه نمیدونم، اینکه شعر حفظ کنه یا خودش که حفظ نمیکنه حفظ میشه. برای ریستارتی ها حرف بزن، تو رو سنن این وسط. میخوام بگم از یه چیز کوچولو مهدی ظهور نمیکنه. حالا هی آخون مسخره کن، حالا هی بشین تا صبح گریه کن، برو بگو فلان جمهوری اسلامی بی‌ناموس یا فلان کشور فلان، هی خاخامو کشیش مسخره کن. آرمان شهر یعنی به شهری گفته می شود که امپراتور زنگ میزنه بیمارستان، الو بیمارستان، میگه بله قربان، میگه چند تا بچه در سرزمین پارس قراره به دنیا بیان؟ میگه 4300 تا. میگه 2100 تاشون رو بکن فرمانده. نونوا کم میشه. چند تا بچه قراره به دنیا بیان؟ میگه فلان. میگه 400 تاشون رو نونوا، 400 کم داره. یعنی زنبور عسل. برای همین ریاست رو با زنبور میسنجن. بخوام برنامه رو تموم کنم. پس چه وقت مسیح ظهور میکنه؟ زمانی که یک امپراتوری وجود داشته باشه که شغل بچه ها رو که در سرزمینش میخوان به دنیا بیاد، قبل از این که تبلد پیدا کنن انتخاب کنن.
یعنی هر بچه‌ای که بدون میاد، ما توی سیستم جادویی اینا که چون یه برنامه راجع جادو و جادوگری رفتیم، اینم چون بعضی از ریاستارتی‌ها سوال کردن، دختر خوبی بله جادو وجود داره. هیچ وقت تا الان تصوف و عرفان نگفته وجود نداره، هیچ وقت هم واردش نشده. یعنی اصلا نگاه تصوف و عرفان به جادو و جادوگری دفاعیه بوده. یعنی به ریاستارتی‌های هر دوره گفتن چی کار بکن که نتونن رو دست سر بزنن. چون فقط هم این نیست، یعنی مثل الان رمز ارزار که میخوری تو کیفت میخوای بذاری، بهت میاد 16 تا رقم میده، 20 تا رقم میده، میگه اینا رو بزن، رقم‌های متفاوت. اینو یادت باشه هر انسانی یه 20 رقمی اینطوری داره. یعنی اگر من بخوام یه نفر رو کاری کنم که از جاش بلند شه، مادرشو بکشه، اون 20 رقمه رو پیدا کنم، این کارو میکنم. میدونی نمیدونی بدون. عرفان تصوف کارش اینه، از این کار تخصص عرفان تصوف اینه. عرفان و تصوف در آرمان شهر کارش اینه که هر ریستارتی که داره تو خیابون، ریستارتی که تو خیابون داره رد میشه، میفهمه، میگه که خانم، میگه با این دختر چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه 3 نسلش که حیوانن. میبینه تا 7 نسل. آرمان شهر اینجوریه. در آرمان شهر انسان‌ها به درجه‌ای میرسن که بچه‌ها قبل از تولدشون در آزمون بهشت و جهنمشون شرکت میکنن، چون سازنده بهشت و جهنم ریاستارتیان. این برنامه قبل داشتیم اینو توضیح میدادیم کلا. ببین قیامت که میشه، وقتی که علم پیشرفت میکنه، زمین رو صاف میکنن، مردم جهان دی ان اشون رو هماهنگ میکنن، میان بیرون. حالا با کدوم جسم و اینا بذاریم کنار، چون جسم اصلا مهم نیست در در قیامت مهمه، بعد از اون فضای بعدیش مهمه. میان بیرون و جمع میشن. صوفیسم سوال میکنن، آقای صوفیسم میگه بله، هر دوره از صوفیسم سوال میکنن، میگه آقا شما این به شما خیانت کرد، این صوفی شما رو کشت، این به ریاستارتی‌ها فحش داد، این حسینی رو سانسور کرد. میگه خب کرد که کرد. آقا چون مشکل میگم نه بخشید. کار صوفیسم الرحمن الرحیمه، کار صوفیسمه. پس صوفیسم میبخشه. این اولین درسی که باید بدونیم. آقا شوخی میکنید، ما همه کتابای دینی خوندیم خدا میبره جهنم. صوفیسم همه دوره ها بشرشو میبخشه، صوفی هم میبخشه. پس این جهنم بهشت چیه؟ جهنم و بهشت رو آدما تولید میکنیم. چرا؟ برای اینکه من توی تمام کتابای دینی هم این توضیح رو دادن. گفتن حتی در اسلام هم فکر کنم تو قرآنشون اومده، بخونن بچه مسلمان نخونده باشن احتمالاً شنیدن، میگن مثقال ذره یره مثقال شر یره. میگه کوچکترین فکری کردی، ذهنیتی داشتی، حرکتی کردی، محاسبه میشه. و هم خاطر الان صوفیسم میبخشه. الان فکر کن صوفیسم میبخشه، میگه همه رو بخشید. آقای حسین لیدر ریاست میگه منو بخشون. صوفیسم میبخشه، من که صوفیسم من خرید کردم بخشیدم. ریاستارتیا قیام میکنن، میگن ما 6 سال دهنم سرویس شده، فلانی تو ایران چشش در اومده تو تظاهرات، فلانی کشته شده، فلانی رو شکنجه کردن، یارو برن تو زندان، دمان شاه بهش تجاوز کردن، ناخنش کشیدن، یارو رو بردن آقای حسینی فلان کردن. بعد ازن سوال میکنن شما بخشیدی، ما چی؟ آیه قرآن دوباره همین میگه، آیه تورات انجیل همین میگه حق الناس بخشیدنی نیست، حق الله بخشیدنیه. پس تفسیر این برنامه این شد. حق الله به اون چیزی میگن که صوفیسم دستور میده. صوفیسم یعنی الله. حق الله یعنی هر بلایی سر صوفیسم در آوردی، سر صوفیا در آوردی، سر هر کسی توی فضای عرفانی در آوردی، از طبقه صفرش تا طبقه 1 میلیاردش، میبخشه. چون الله بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا کارش نمیشه، میبخشه. صوفیسم میگه چی کار کرده؟ میگه اینو من این کار کرده، این منو کشته.
من نماز نخوندم، کلیسا نرفت، کاباره رفتی کاباره دیگه. دخترم بلند کردی، بله دخترم بلند کرد، اشکال دیگه چیکار کردی؟ مشروبم خوردی دیگه کاری کردی؟ نه قربان دو تا پوشم دادی لازم بده میبخشه. پس شاه میبخشه، در شاهنامه میگه میبخشه. صوفی ها هم همش میبخشه، ذاتشون اصلا اینه. حق الناس بخشیدنی نیست، یعنی میگه من بخشیدم. آیا کسی از ریستارتی ها هست که مشکل داشته باشه؟ یه ریستارتی از اون تبولم میشه، میگه آقا 6 سال زن من جدا شد از من، زندگیم رفت رو هوا، پولام از دستم رفت، پول در نیاوردم، منو سانسور کردن در توییتر، در اینستاگرام، در فلان، هر رژیم عوض نشد، این همه مردم مردن، من نمیخوام ببخشم. برای همین ریستارتی ها جهنم درست میکنن، برای همین ریستارتی ها بهشت درست میکنن. و هیچ وقت علی ابن ابی طالب شما و ایلیا ابن عمران ما نگفته من جهنم و بهشت درست میکنم، گفته من مقسم بهشت و جهنم. یعنی ریستارتی ها بلند میشن میگن این جاکش پادشاه فلانجا، نخست وزیر فلان کشور، با سانسور ریستارت مردم رو بکشتند و دخترها جنده، پسرها فاحشه، فکری، تفکری، بی پول، فقر، بچه‌شو کشته، پول نداشته، کلیه فروخته. ریستارتیه قیام میکنه میگه من حق اون میخوام. حق الناس هم بخشیدنی نیست، در هیچ دینی نگفت حق ناس رو میبخشه. ناس یعنی مردم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میفهمید چی؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. پس ناس ملک داره، جبروت ندارن این حیواناتی که در کره زمین انسان نمان، ملکوت دارن. حق میشه میتونه بگیره. میگه این آقای استانی که شامگیری استارتیه فلانجا 2000 من بدهکار بود. خب بدهکارم، همین الان بدهکارم، من همین الان بمیرم و یارو 2000 میخواد دیگه. حالا صوفی در وا میکنه در یختش پولاشو میده یا نمیده، اون با خودش بربوده، ولی بدهکاری ما بهش دیگه. و کردیت هم کم میشه. پس بهشت و جهنم رو هیچ صوفیسمی نمیسازه. ایلیا ابن عمران گفت من مقسم بهشت و جهنم، یعنی ریستارتی ها قیام میکنن، این مادر قهوه دینه های مردم کره زمین رو میذارن، همه رو جمع میکنن، دونه دونه مجازات ها مثل همین شهری که تو داری. آیا الان من دستور دادم چوب بکنم تو باسن فلان تو اوین؟ نه. قاضی میریزه میگیره، پلیس میگیره میگه ایشون مشروب خورده تظاهر کرده به این کشته. چرا پس قاضی داریم؟ اینی میخواستم بهتون بگم. در آرمان شهر مسخره تو که اسمش حکومته، قوه قضاییه داری، قوه مقننه داری، قوه اینا داری. اون وقت تو آرمان شهر چه قوه‌ای وجود داره؟ بهش میگن قوه ریستارت. آرمانشهر با قوه ریستارت شروع میشه، یعنی ریستارتی ها به درجه ای میرسن که حق دارن بهشت و جهنم بسازن. اینجاست که لحظه ای که این افراد گرفته میشن، صوفیست وایساده، ایلیا ابن عمران وایساده میگه درسته که این کار کرد، قاضی اونه مقسم بهشت و جهنم، یعنی میگه درسته، ولی اینجا هم یه کاری برای ریستارتی اون پسره هست اونجا، برای اونم کرده. اون تقسیم میکنه، میگه این درست دوتا رو گرفتی، این مادر قهوه بنداز هر کاری میکنی بکنی، ما رفتیم ما که بخشیدیم، اما اون مادر قهوه کوتاه باشه اونجا. برای همین همه صوفیسما گفتن خواهر مادرت بعد از مرگ سرویس میشه. دنیای 100 ساله رو میتونی فوش بدی، میتونی سانسور کنی، میتونی ببندی. مادری از سرویس میکنن اون برای که اصلا باور نمی‌کنی. اگه یه بار تورات و قرآن و انجیل رو بخونی دیگه نمیشینی، هی میگی
انگار یه چیزی بهت داره فرو میره، آرامش دیگه نداری. میگی نه برو یه دونه زندان اوین یه اتاق وا کن زیرشو داغ کن، ببین هر کی توش میشینه میگه آی. آرامش نداره. یه نفر رو محمول کن هیچ چوب تو بسنش داره، آرامش نداره. آی توی اولاقی که خر ما هم نبودی، سواد هم نداشتی، شعور هم نداشتی، توی اولاق به این نتیجه رسیدی که میشه تو زندان اوین ناخن کشید، اقرار بگیریم. ما بلد نیستیم اقرار بگیریم. خدای اقراری ما شزیدته. ما اینجوری نگاه میکنیم میشه بقدت، ولی نشاشیده شب درازه. 100 سال ما سال نوری رو حداقل 5000 سال کامل میشناسیم. کهکشان‌ها رو میدونیم، مکاناشو میدونیم. برای همین مولوی میگه من خالق اسماستم. حرفش درسته. این یعنی چی؟ یعنی داره به ریستارتیا میگه های میبینی جهنم درست کردی، داری خار مادر اینا رو سرویس میکنی؟ میگه بله. میگم تو جهنم داری درست میکنی، مأمور ساخت جهنمی. من خالق آسمونا بودم. اول باید اون آسمونا ساخته بشه که تو بتونی جهنم بهش بسازی. به 3 قوه مقننه و مجریتون و قضاییتون بنازی تا نوبت برسه به قوه ریستارتی ها. اونجا میگن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آخوندا میگن جاکشا حفظ کردن میگن. مرسی که برنامه رو گوش کرد. 51% ریستارتی که داره برابر نگاه میکنه آدم بشن، کنف و یکان بشن. نمیدونه اینا. دیده ببرم به گریبان خیش. صوفیسم رو برکن. من یکی بوده مثلا درجهش اینجا بوده هنوز صوفی نشده بود، بهش سالی یه بار مسیج میزدم. الان که صوفی شده جرأت دارم بهش مسیج میزنم، مثلا میترسم. منطقیه دیگه. میگم کجا تو چه حالتیه؟ الان تو دستشوییه چه فکری میکنه؟ داره کهکشان درست میکنه چه فکری میکنه؟ بزرگترین بی احترامی مسیج بزنی، نمیدونم فلان کنی. مثلا 1 ساعتی گفتن این ساعت شما میتونید صوفیسم به محمد گفتن و به مسیح گفتن این ساعت میتونی بری در خونه‌اش اولا داد نمیزنی، گو نمیخوری، در نمیزنی. مادر قبل اینجا کسی گو نمیخوره اصلا. صوفیسم که توی خونه ای هست به محمد به یارو گفتن آقا این به این محمد دیدن نمیفهمن. گفت محمد به این جاکشا بگو که قربان یه استارتی از جاکش دیگه نیستن دیگه. گفت بله حالا مادر قبل هر چی هست اسمشون یه استارتیه. ما خودمون تربیت که چیزی نمیفهمیدن، ما کمکشون کنیم روی استارتی بشیم، ما کمکشون کنیم فهم پیدا کردن. میگه بله. میگه بهشون میگه آقا اینجا داد نزن، اینجا طویله نیست که. گفته فلان روز 2 ساعت فلان، یه رو زودتر برم مادر تو سرویس میکنن، یه رو دیرتر میرم باز هم مادر تو سرویس میکنن. این مکانی نیست که هر بی سر و پای بیاد اینجا. میکده حمام نیست. کدوم ما اینا رو میفهمیم؟ خدا رو شکر که من جزو شما هستم که نمیفهمم. من اگه ببینی ایرپان تصور دوست دارم میترسم، نمیفهمم. امیدوارم شما بفهمید و نترسید. ما ابوذری فکر میکنیم، سلمان که ما میترسیم. خیلی ممنون که این برنامه رو هم گوش کردید. بدرود. من یادم ازای یک بیچارم چه در آفرینه